من وابسته به مسئله مبرم روز حرف میزنم و مراجعت من به جوانان ولایت مختار بدخشان همین است که باید ما امروز جوانان نیروی سازنده باشیم. باید امروز جوانان ما با یگان فریفته و نیرنگ که در 3 سال قبل ما از این چیز برخوردار بودیم که با ما چی ثمره داد، باید ما این را دوباره بر سر ملت خودمان راه ندهیم یا که بار نیاوریم. بسا مسئله هایی که در جمهوری ما امروزها درج گردیده ایستاده است، ما نباید پیروی از یگان شخص یا دیگر کس کنیم. ما یگانه راهبری داریم که برای ما صلح آورد، تاجیکستان ساخت. ما جوانان میتوانیم امروز بگوییم که ما جوان هستیم و از حقوقهای خودمون حمایت کنیم. با همین مقصد جوانان محترم، جوانان مردم سربلند بدخشانی عزیز، از شما احترامانه خواهش میکنم که باید امروز ما سازنده باشیم. باید امروز اینقدر زحمت هایی که برای ما پیشوای معظم ملت کشیدن فراموش نکنیم. خواهش میکنم که باید امروز زیرکی سیاسی را از دست ندهیم. ببینید صلح، ثبات، استقلالیت رو ما در چه شرایط ما زندگی میکردن مردم بابایمون کلانسالان ما که 30 سال قبل زندگی میکردن.